درود بر شما بینندگان یوتیوب کانال روزنامه جوانان تاجیکستان جوانان تیوی. ما بخشیده به روز تئاتر تاجیک که همه ساله روز 7 نوامبر تجدید کرده می شود با استاد هنر استاد قربانی صابر راجع به روز تئاتر تاجیک کمبودی های ساخت و عموما دستاوردهای تئاتر تاجیک صحبت خواهیم کرد. سلام استاد. سلام. اولا روز تئاتر رو به شما مبارکباد میگوییم و بعدا چون در عرفه روز تئاتر تاجیک قرار داریم میخواهیم صحبت ما را از این آغاز نماییم. به نظر شما تئاتر چیست؟ تئاتر آینه زندگی است و هر مملکتی، هر کشوری که مثلا اگر خواهان همین باشه که زندگی درست داشته باشن مردم و مملکت پیشرفت داشته باشه، یعنی مثل آینه هر گناه و هر پیشرفت و هر خطایی که هست باید تئاتر عکس نماید. باید تئاتر یک چیزی، خب دیگه شما، ما باوری ندارم که مثلا قطعی من موافق نباشین و هر کسی دیگرم که یعنی یکی از نخستین و اولین اختراعی که بشر برای خودش کرد این همون چارچوبه تئاتر است. یعنی دنیای وسیع بزرگ کلان را کوچک کرد، یعنی خرد کرد و به طور مثلا تمثیل و به طور شوخی مثلا گفتن ممکن و گمان یعنی تمام زندگی را عکس کرد. و مهم که من این گپ بارها گفتم، مثلا تئاتر چرا جالب است؟ برای اینکه مثل همون میکروسکوپ است. اگر تا ما تئاتر را مثل میکروسکوپ نبینیم نمیفهمیم که چی میشه داره. آدم هم خیلی میانی بودن و نبودن تئاتر بحث میکنن، میگن که مثلا چه فایده داره. خیلی ها مثلا دعوا دارن که میگن چیکار میکنه همین تئاتر. اما از یادشون میره که مثلا در تئاتر آدمای زنده کار میکنن، یعنی هیچ دروغی نمیتونن جا داشته باشه اونجا. هر چیزی را که در خوبی و ناخوبی از درجه صفت و غیر صفت، اما آدمای زنده نفس میکشن، اشکای زنده را مردم میبینن و مثل میکروسکوپ است که بزرگ میکنه. یک خطایی که ناچیز است فرض کردیم تئاتر بزرگش میکنه مثل میکروسکوپ، ما میبینی که اونجا زندگی است. مثلا قهرمانای مثبت و منفی را بسیار روشن میکنه. اگر که عشق باشه، عشق خیلی ما در زندگی ما میبینیم هر روز عشق است، محبت است، خیانت است، جنایت است، اما تئاتر وظیفه‌اش همین است که اونا را بزرگ نشان دهد و ما خودمون در مثل آینه ببینیم و از پی اصلاح خطاهای شویم که در زندگیمان جای داره. اطراف حالت امروزه تئاتر تاجیک اندیشه ها گوناگونن، هر کس اندیشه های مختلف دارند و افکار شما تئاتر تاجیک امروز در کدام وضعیت قرار دارد؟ حقیقتش همین است که تئاتر هم مثل یک جزئی همین جامعه است. یعنی جامعه هر آنگونه که کمبودی داره نمیتونه که در تئاتر، مثلا اگر تئاتر همون فوتبال هم گیریم، فوتبال هم همون گونه خطاهایی داره. یعنی در راه اندازی کار، در برنامه ریزی کار، در موضوع انتخاب کردن، در فرض کردیم تشکیل و تدارک کارهای تئاتری، مثلا ما نمیگیم که همه چیز آزاده است و آلوده نیست، اما مشکلی داریم، مشکلی های زیادی. مثلا از همه پیش فرض کنیم تئاتر خیلی نیاز داره و کارمندای خوب. مثلا من سالهای دراز میدونم که پردازگر نداریم، رسامای تئاتر نمیرسن، بازیگرای خوب نمیرسن، کارگردان نمیرسه. یعنی ما از بس که این بگیم ارگانیسم، اگر هم خیلی گفتن ممکن باشه، زنده است و ارگانیسم زنده گرم میشه، خنک میشه، گاه تبش بلند میشه، گاه پایان میشه. اما با وجود، یعنی مادامی که ما میگیم فلان چیزها رو نداریم، درباره چیزی، درباره داشتن صحبت میکنیم که هست.
یعنی این چیز هست که ما میگیم نیست. خب یعنی ما خوشبختانه وقتای آخر بچه ها در 4 طرف دنیا رفتن، تحصیل دارن، بچه ها کم کم برمیگردن. شما میبینین اینجا اونجا پیدا میشن بچه های نو، قوه های نو، خونی نو در رگ های قدیمه تئاتر. اما در هر صورت بازم مشکلی پولی داریم، دراماتورگامون نمیرسه. با وجود همه اون که مثلا تئاتر در جاش نایستاده است، پیش میره. همه زمان مثلا اگر که بسیار مشخص بگیم تئاتری که من در اونجا فعالیت میکنم، تئاتر لاهوتی، هر سال در همون زمان شوروی در 1 سال 4 نمایش از روی برنامه ریزی، یعنی 4 نمایش بود که این برنامه بود. اما حالا من نگاه میکنم مثلا سالهای آخر 7 تا 9 تا نمایش روی صحنه میارن، هم برای بچه ها، هم برای مردم میان سال، جوان ها، و هم تراژدی های کلانی که مثلا همین سال گذشته فرض کردیم در پرستو مثلا تئاتر لاهوتی صاحب گران پری شد، یعنی نمایش برای کلان سال ها، یعنی نمایش همون نمایشی که تئاتر لاهوتی باید میساخت. و سوال نوبتیشون است که امروز تمام ساحه‌ها پیشرفت دارن و دستاوردهای بی‌نهایت حضور کامل گردن. در میان این همه پیشرفت‌ها، این همه رشد و ترقیات، تئاتر چی رسالت داره؟ آشکار کردن فرض کردیم بعضی مشکلی هایی که مردم دارن. مثلا در همه خانه درد هست، غم هست، مثلا مشکلی هست، مشکلی پسر با پدر، مشکلی خوشدامن با کلین، مشکلی های اجتماعی. یعنی تئاتر میسیش همین است که گاه از این موضوع ها بگیرد، کار کند و بیننده ها را دعوت کنند و طرز حل مسئله را، یعنی هر چیزی که نادرست حل میشه محکوم کنه، تئاتر محکوم سازه، و هر چیزی که درست حل میشه وصف کنه و مردم از دیدنش بگن وای ما، یعنی اشاره شد که فرض کردیم همین کلینی من، فرض کردیم خوشتامن باید بگه که کلینی من خب اونقدر گناهی نداشت، برای یک چیزی 2 پول مثلا برای یک پیاله را شکستن غوغا کردیم، فرض کردیم 1 پول سودا بود و 100 پول غوغا کردیم. یعنی اگر همین گونه مسئله ها را تئاتر پیشنهاد کنه، یا عشق میان 2 نفر که هیچ نمیتونن حل و فصلش کنن، برای اینکه حال ببینین فرض کردیم دخترایی که فرزند آدمای فرض کردیم یک کمک 4 تنگه دارن، یعنی لایق نمیبینن با اون بچه هایی که خب یک درجهشون یک کمک فرض کردیم در حدودی خب کمتر دارن. یعنی این مسئله ها را چگونه حل میکنن؟ این مسئله امروز نیست، این مسئله 1000 سال پیشم بود، 500 سال پیشم بود، 200 سال پیشم بود، 70 سال پیشم در زمان شوروی بود. یعنی یک کسی البته در ماشین گاز 24 میرفت، یک کسی اصلا نداشت. یعنی این چیزا هستن وابسته به همین هوای دهنی اون کودک که پدرش در ماشین فلان خیل میرود. این مسئله هست که تئاتر باید مطرح کنه. یعنی بجز این خب من چیزای جزئیش گفتم، چیزای خیلی کم ارزش گفتم. بجز این وطن هست، بجز این مادر هست، بجز این احترام هست، بجز این فلسفه هست، ادبیات هست، پشت سرمان هست، تاریخ هست. اینا را این میسیه تئاتر است، میسیه ادبیات است که اینا را کم کم روی آب بروره، یعنی در مد اول گذاره. استاد چقدر که شما در اولی صحبت قید کردید، تئاتر این آینه زندگی است. بله. که در آن جامعه باید به شکل بودش انعکاس شود. آیا این آینه امروز نبض جامعه را با آن طوری که هست به بیننده‌اش نشان می‌دهد؟ مسئله هایی که باید تئاتر مطرح سازد زیاد است. ما همش نمیتونیم دسترس کرده، همه را نمیتونیم مصلحت داده. همه اون مسئله هایی که خیلی مهمترن از این مسئله هایی که حالا شاید تئاتر در برنامه هاش هست، گاه نمیتونیم، چون که این مسئله های کم نیستن. فرض کردیم اکنون مثلا وزارت فرهنگ هست،
اونجا نظارت میشه. حالا همه عادت کردن مثلا از کمبودی ها را گفتن خودداری میکنن. بخصوص من از این منبر استفاده میکنم که از همه زیادتر گناه تلویزیون ها هست، یعنی نادیده میگه. تئاتر ما قریب تاریخی یک عصر هم میشود. بله. از میان همین طول این مدت که گذشت کدام دوران همین تئاتر ما دوران طلایی و مقاله بود و برای چی؟ شاید دوره از همه مهمترین تئاتر تاجیک همون دوره بوده است که میتیلمن و یک گله مثلا هنرمندای اصیلی که در کشورمان جمع آمدن در تئاتر لاهوتی، مثلا محمد جان قاسموف و نمیدونم همه همون یعنی نسل اول، بیا با یک سخن میگیم نسل اول، یعنی اونا در شاید باید طلاییش بگیم، چرا مثلا اوج پروازشان تا همین درجه بوده است که سال 1940 پیش از جنگ وقتی که تاجیکستان از تمامی کاراش، یعنی اون وقت مملکت ها یعنی رسپوبلیک ها حسابات میدادن در مسکو که با کجا رسیدن چی کارا میکنن و در همون حسابات پیش از جنگی سال 40 یعنی ستالین به تماشای نمایش تئاتر لاهوتی می آید و با محمد جان قاسموف یعنی عنوانی هنرپیشه مردمی شوروی میداده، ارتیست خلق اسه. ما نمیتونیم بگیم که اوج بود، یعنی این اوج بود و حالا من از نگاه خودم من نمیتونم بگم که اوه چقدر خوب بودن و کم بودی نداشتن. حاضر همون رادیو تئاترشون میشنویم بسیار بد است، میخورید میروید همه خیلی گپ میزنن، اما نمیدونم چی بوده است که اینقدر مثلا ستالین ارج گذاشت و اتلا را دید و عاشق تئاتر تاجیک شد و بعد این خیال میکنم که یک مدت دیگه معمولی شد، مثل همه آدم که به ارج مثلا چمپیون جهان میشن، یعنی قهرمان دنیا میشن، بعد میرن پایان، همین خیر رفت. و در زمان شوروی من بارها شنیدم، در خارجه شنیدم که یعنی بازم احتمال با اشاره به همون اتلا هست که در خارجه میگفتن که در شکسپیر در مملکت شوروی در یعنی تاجیکستان و گرجستان خوب بازی میکردن، یعنی این بهای مردمی خارجه است که من با گوش خودم شنیدم، یعنی اشاره به همون اتلای محمد جان قاسموف است. و طلایی ترین وقت تئاتر تاجیک زمانی هست که یعنی آغاز زمان استقلالیت سالهای 90، چرا همین سال 90 در مملکت ما یعنی با فرارسیدن فضای تازه یعنی استقلالیت و همه درد برآوردن و لوچ پیش چشم گذاشتن فرا رسیده بود و برگشت به سوی ریشه ها، زمانی برگشت به سوی ریشه ها بود که مثلا در زمان شوروی مثنوی معنوی و مولانای رومی و عطار و اینا ممنوع بودن و همون زمان رسید فرخ قاسم خدا بیامرزش، خدا رحمتش کنه، استاد عزیز ما، یعنی رو به همین کار آورد، یعنی عقیب گشت، از ریشه ها بیرون آمد و یک کار کرد با نام یوسف گمگشته که امروز هم من گفتم که خیلی ها خوششان نمیان از این گپ، خب دیگه پشت سرم خطیر خوششان نمیاد، اما حالا ما با هر تئاتر کدام مملکتی که نمیریم اگر درباره تئاتر تاجیکستان یک کلمه گپ زنن درباره یوسف گپ میزنن، درباره فرخ قاسم، دیگه هیچ خاطره بهتر از این چیز ندارن. چرا این نمایش با یک رفتن در یک سال 3 شاه جایزه، اول خودی پرستوی خودمان گرفت، بعد آسیای مرکزی تئاتر جوانان، بعد در نوروز یعنی تئاتر کلی آسیای مرکزی و قزاقستان بازم شاه جایزه گرفت. ما با این نمایش نمیدونم هم شرق رفتیم هم غرب رفتیم. برای برطرف کردن کمبودی و نورسی‌های امروزه تئاتر چی باید کرد؟
پیش از همه من میگم که یعنی حکومت، یعنی دولت در این دایره های بالا هر چیزی که ما میگیم که ضرورت شه، یعنی اونا تصادفی نباشن، دلاشون باید بسوزه. یعنی باید بگن که تئاتر چقدر کارهایی را از دستش میایه انجام تیه. حالا درباره همین چیزی آخره که گفتیم، یعنی دوامی واقعی کاری را که در تئاتر میشه، از 1000 اکتور بقیه کار اونا در مینهشون درستتر انجام میتین. یعنی اونا هیچ جا خطا نمیکنن بقیه کار کودکا، از کجا آمدن و کجا رفتن و این تاریکی را، این اسرارایی که تئاتر داره کودکا را با فکر کردن وادار میکنه. و فرض کردیم اکنون برمیگردیم با مسئله گذاری خودت که اگر همین فهمیشه یک سیاستمدار، یک صاحبی چی میگن وزارتخانه، نمیدونم صاحبی دکان، اگر به همون قیمت فهمه، نه من بسیار میفهمم که یه چی کار میکنه، فرض کردیم تئاتر میگن چی کار میکنه، این دهشت هست اینا فهمیدنش. و امروز که زمان علم و تکنیک است و با واسطه همین علم و تکنیک ما میتوانیم تمام دستاوردهای خود را به اهل جامعه و جهانیان معرفی کنیم. و امروز چنان به نظر میرسد اکثریت تئاترهای ما در همین علم و تکنیک سامانه‌های اینترنتی ندارند و شاید یکی از سبب‌های این که اهل جامعه نداند که فلان تئاتر کدام نمایشنامه داشته باشد همین باشد. و نظر شما وقتی آن نرسیده است که همه تئاترهای ما سامانه‌های اینترنتی خودشون را باز کنند و اون دستاورد و نمایشنامه‌هایی که دارند توسط اون ترغیب کنند تا اهل جامعه با خبر شده به نمایشنامه‌ها بیان. این بهانه است. مثلا هرچند این مسئله که گفتی جان کار است، یعنی ببین در این مسئله گذاری تو معلوم است که تئاترهای ما چقدر از زمانه عقیبه نکنن. یعنی حالا من خیلی بچهای تئاتری را میدونم که فرض کردیم تلفن‌های فیسبوک ندارن، یعنی نمیدونن که در فضای فرض کردیم این مجازی نمی آسمان چی واقع رخ میده، اکثرش بیخبر است. یگان حادثه میشه ببین اینترنت چی است، یک لحظه همین و میدونه که فلان جا زمین لرزید یا آب برد یا فلان کار شد. اما بچهای ما ندارن، از این دورن، از تکنیک عقیب ماندگی است. و تئاترها همین گونه سایتاش هرچند نگاه میکنم مثلا تئاتر لاهوتی، تئاتر جوانان خیلی فعالن، تئاتر کانیبادم همه چیزا دارم، چیزایی که تو گفتی داره. فرض کردیم تئاتر کمال خوجندی هم خیلی هست، تئاتر مایاکوفسکی کو باید خیلی پیشرفته باشه، همه چیزا دارن همونا، یعنی تا جایی که من خبر دارم دارن. اما اونگونه که فرض کردیم تمامی ویاشون ریخته باشن در یک جا، شاید تا اونجا عمق نداره کارشان و این شاید گناه باشه. اما با حل و فصل این کارم نمیشه. یعنی تئاتر نباید همه بروند و تئاتر نباید همه دوست دارن، مثل اون که فوتبال نمیتونه همه دوست داره، مثل اون که ادبیات با همه زیباییش نمیتونه همه دوست داره. یعنی هر کس باید کاری خود کنه. اگر همون درست هم کنیم مسئله ما هم حل نمیشه. هرچند مسئله گذاری شما درست است که باید، یعنی امروز فرض کردیم همین تئاتر لاهوتی را جوقیدی، فرض کردیم بالاش آوردی و گفته که میخوام بفهمم چی حرفا داره، باید تمامی برنامه ریزی شونه سال آینده چی کار میکنن، کدام در برنامهشان کدام اثرها را وارد کردگن و این سال مثلا باید قربانی صابر کدام چیزها را بازی میکنه و کدام چیز ماندگی باید در تئاتر لاهوتی ریخته باشه. دولت عبیدالله چی کار میکنه، فرض کنیم سلطان عثمانوف چی کار کردنی است، فرض کردیم هنرپیشه‌هاش اسعد بیگ، آرتیق قادیر، نمیدونم، خب هر کسی را که نامش نگرفتیم معذرت. خب یعنی اینا با چی کارا مشغولن؟ باید در همون سایت یک گفتن قطعی فهمی. متاسفانه اینا نیستن. در زمان صاحب سوالای چنان که شما در ابتدای صحبت هم قید کرده که در زمانی که ما به استقلالیت کامل رسیدیم، زیر رهبریت پرزیدنت کشور محترم امام رحمان، تئاتر نیز باز هم رشد کرد و
سال 2015 نیز خشت اول برای بنیاد تئاتر ملی تاجیکستان گذاشته شد بله. که یکی از بزرگترین ها در آسیای مرکزی به حساب می‌رود. بنیاد همین تئاتر ملی تاجیکستان در رشد آینده تئاتر ما چه تاثیر مثبت گذاشته می‌تواند؟ من از زبان خود جناب عالی شنیدم که چقدر اون بنا زیبا میشه، چرا که برای ما قصه کردن در وقت کشاده شدن موزه ما یک جای عکس گرفتیم، همون جای گفتن که یعنی این بنا نادرترین بنا همچون ارکیتکتور معماری، یعنی نادرترین بنا میشه در شهر، در شاید در آسیای مرکزی. اونو داشتن در کار است که ما درایم فرهنگمان دیگه میشه، نشستمان دیگه میشه، اما آرزو میکنیم اکنون در این برنامه آرزو میکنیم که کارگردان هم پیدا شه در برابر همین بینا، با مقدار همین بینا با قوت کارگردان پیدا شه و بازیگرایی را گیردش جمع کنه که با مقدار همین بینا قدرت داشته باشن و با هنر یعنی معجزه آفرین. سلامت باشید. سلامت باشید. برای یک صحبت زنده باشید. سلامت باشید.